داستان حضرت ایوب عین. حضرت ایوب یکی از پیامبران خدا بود. او مردی ثروتمند، نیکوکار و مهربان بود. خداوند به او مال فراوان، زمین‌های حاصلخیز، فرزندان سالم و زندگی آرامی داده بود. او همیشه شاکر خدا بود و به دیگران کمک می‌کرد. اما برای آزمون صبر و ایمان او خداوند به تدریج همه چیز را از او گرفت. گوسفندانش مردند، زمین‌هایش خشک شد، فرزندانش از دنیا رفتند. با خودش به بیماری سختی دچار شد که سالها طول کشید. با وجود این همه سختی، ایوب هرگز از خدا شکایت نکرد. فقط می گفت: خدایا، تو را شکر که آنقدر نعمتم دادی و حالا مرا آزمون می کنی. همسرش که تا پایان در کنارش ماند، از او مراقبت می کرد. مردم او را ترک کردند، ولی او همچنان به یاد خدا بود. بعد از سالها صبر، خداوند دوباره او را شفا داد. مال و فرزندانی بهتر از قبل به او بخشید و نامش را به عنوان نماد صبر در تاریخ جاودانه کرد. از آن زمان هر وقت کسی در سختی‌ها خیلی شکیبایی کند، میگویند صبر ایوب داره.